خب بچه حالا میتونیم بریم سراغ حل مسئله. من دونه دونه اینا رو ساده میکنم تا برسیم به تا بعد حاصل حساب جمع هر سه تاشون رو می‌نویسم. پس عبارت اول رو در نظر بگیرین. اولا که عبارت اول رو اگه یادتون باشه از اون قانونی که گفتم که ما میتونیم دو تا رادیکال اینجوری زیر هم رو تبدیلشون کنم به یه دونه رادیکال، یعنی خود 81 رو اینجا بنویسم و اون وقت فرجه اون رادیکال یا ریشه اون رادیکال جدید میشه 5 ضرب در 4. پس اینجا میشه 20. خب اینو چجوری ساده کنم؟ راه ساده کردن این گفتم که تجزیه خیلی مهمه. من این 81 رو باید تجزیه کنم. یه جای در واقع این میشه 20 ضرب داره. شما برای تجزیه کردن که یه راهی بود که ما توی راهنمایی یاد گرفتیم، حالا نمیخوام اون راه رو برم، خیلی ساده تر هم میشه حلش. من به جای 81 میتونم از جدول ضرب میدونیم که 81 میشه 9 ضرب در 9. پس می‌نویسم 9 ضرب در 9 مساویه دوباره 20. خب حالا 9 رو دوباره من میتونم بشکنم. 9 میشه چی؟ 9 رو میتونم بنویسم 3 ضرب در 3. 3 ضرب در 3 ضرب در دوباره به جای این یکی 9 هم می‌نویسم 3 ضرب در 3. خب بچه 3 رو از این ساده تر دیگه نمیتونم بکنم، چون 3 یه عدد اوله، معنیش اینه که به عدد دیگه غیر از خودش و یک بخش پذیر نیست. یعنی نمیتونم 3 رو به صورت حاصل ضرب دو تا عدد کوچیکتر دیگه بنویسم، پس به همین شکل میمونه. خب از مبحث توانها دارم که این 3 ضرب در 3 ضرب در 3 ضرب در 3 میشه 3 به توان 4. این 20 هم که سر جاشه. یه رابطه دیگه ای من در مورد رادیکال ها این گوشه می نویسم که اگه شما داشته باشین در واقع اون رابطه رو، یه رابطه به این شکل m اینجا a به توان n، ما این m و این n رو میتونیم جفتشون رو به یک عددی ساده کنیم. یعنی من میتونم چیکار کنم؟ میتونم مثلا یه عدد فرضی در نظر بگیریم، مثلا مثلا x. میتونم در واقع این n رو مثلا تقسیم بر x کنم، این m رو هم تقسیم بر x کنم. خب یعنی میتونم که هر دو عدد توان عدد زیر رادیکال و فرجه رادیکال رو میتونم جفتشون رو بر یک عدد مثبت غیر صفر تقسیم کنم. خب اینجا توان 4 این یکی 20، جفتشون رو من میتونم به 4 تقسیم کنم. 20 رو اگه به 4 تقسیم کنم میشه 5 و 4 رو اگه به 4 تقسیم کنم میشه 1. 3 به توان 1 هم که همون 3 میشه. پس این شد ریشه پنجم 3. خب ببینین اون رادیکال تو در تویی که ریشه پنجمه، بعد دوباره زیرش ریشه چهارم 81 بود، ما نهایتاً تبدیلش کردیم و این دیدیم که این برابر شد با یه رادیکال ساده ریشه پنجم 3. حالا میرم سراغ دومی به من میگه ریشه پنجم 96. اینجا هم دقیقاً باید برم داخل رادیکال اون عددی رو که داخل رادیکاله رو تجزیه کنم. خب بازم قدم به قدم جلو میرم. 96 یک عدد زوجه، پس میتونم تقسیم بر 2ش کنم. 96 تقسیم بر 2 میشه 48 ضرب در 2 مساوی میشه با 5. حالا دوباره آیا 48 رو دوباره میتونم تجزیه کنم؟ بله. عدد زوج دوباره میتونم به 2 تقسیمش کنم، پس میشه 24 ضرب در 2 ضرب در 2 مساوی میشه دوباره ریشه پنجم، باز 24 رو میتونم تجزیه کنم به 2 میشه 12 ضرب در 2. اون ضرب در 2 ضرب در 2 دیگه هم که سر جاش.
دوباره ریشه پنجم 12 دوباره به 2 بخش پذیره، میشه 6 ضرب در 2 و ضرب در 1 2 3 تا 2 دیگه 1 2 3 که اینا سر جاشون میمونن. خب 6 دوباره به 2 تقسیم میشه، پس میشه ریشه پنجم 3 ضرب در 2 و این 4 تا 2 بعد 4 تا حاصل ضرب 2 ها هم اینجا میمونه. خب میشه 5 3 ضرب داره، حالا 2 تا 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2 5 بار 2 رو در خودش ضرب کردیم، میشه 2 به توان 5. خب حالا اون قانون رو یادتونه که گفتم ما اگه یه حاصل ضرب زیر رادیکال داشتیم که مثلا ریشه اموم در واقع آی ضرب در ب رو ما میتونیم بنویسیم که میشه ریشه اموم آ ضرب در ریشه اموم بی. اینجا دقیقا همین کار رو میکنم. پس در واقع این عبارت از طبق این قاعده تبدیل میشه به ریشه پنجم 3، یعنی این ام آمون 3 ضرب در دوباره ریشه پنجم، یعنی امشون یکیه و بی مونم 2 به توان 5. خب ریشه پنجم 3 که همین خودش میمونه. حالا 2 به توان 5 ریشه 5. اگه یادتون باشه اون قاعده‌ای گفتم که اگه ریشه اموم باشه و زیر رادیکال 2 به توان ام باشه، این ام و ام ساده میشن و 2 از زیر رادیکال میاد بیرون، ضرب در 2 که میتونم اینجوری بنویسمش، در واقع 2 ضرب در ریشه پنجم 3. خیلی راحت این رو هم من ساده، یعنی تجزیه کردن خیلی مهمه و همین 3-4 تا قاعده ساده رادیکال ها رو بدونید و تجزیه کنید، به راحتی میتونید که این رادیکال ها رو تبدیل به رادیکال های کوچیک‌تر کنید. سومی رو میخوام بنویسم 3 بر روی رادیکال 81 ریشه پنجم. خب اولا که 3 ریشه پنجم ما 81 رو توی اون محاسبه اول عبارت اول حساب کردیم، 81 مون شد 3 به توان 4، دیگه نمیخوایم دوباره بریم حساب کنیم، پس این میشه 3 به توان 4. خب حالا دقیقا عین این رابطه ضرب رو ما برای تقسیم هم داشتیم. گفتیم که ما اگه در واقع یه آی ریشه اموم داشته باشیم تقسیم برای یه بی ریشه اموم، اینو من میتونم تبدیلش کنم به یه رادیکال، بشه آ تقسیم برای ب ریشه اموم. خب حالا این عبارتی که اینجاست پایینش ریشه پنجم داره ولی بالا ریشه پنجم که نداره که من بتونم تقسیمش کنم، چون گفتم رادیکال هایی که ریشه هاشون یکیه میتونم اینجوری در هم ضرب کنم یا تقسیم کنم، ولی من بالایی رو میتونم به صورت یه رادیکال بنویسم. من 3 رو میتونم به صورت یه رادیکالی بنویسم که ریشش 5. خب اینجا چی باید بنویسم که حاصل با 3 یکی بشه؟ 3 به توان 5 اگه بنویسم گفتیم که 3 به توان 5 ریشه پنجم همون 3 میشه. چرا اینجوری نوشتم؟ اینجوری به این شکل نوشتم که اینو هم تبدیل کنم به یه رادیکالی که ریشه پنجم داره. من یه عبارتی دقیقا مساوی 3 گذاشتم ولی به نحوی که یه رادیکال ریشه پنجمه که بعد بتونم اون وقت با این رادیکال ریشه پنجمی که پایینه از اون قاعده تقسیم استفاده کنم. حالا اینو من میتونم تبدیلش کنم به یه دونه رادیکال، یه رادیکالی که ریشه پنجم رو داره، صورتش 3 به توان 5، مخرجش 3 به توان 4. خب ریشه پنجم 3 به توان 5 تقسیم بر 3 به توان 4 چی میشه؟ توی رادیکال ها توی توان ها یاد گرفتیم، گفتیم که
دو تا عدد تواندار رو وقتی به هم تقسیم میکنیم، اگه پایه هاشون مساوی باشن یکی از پایه ها رو مینویسیم، توان ها رو از هم کم میکنیم. یعنی 5 منهای 4، 5 اینجا میشه 5 منهای 4. خب ریشه پنجم 3 به توان 5 منهای 4 میشه 1 هم دیگه نمی نویسم. خب پس من حاصل تک تک این عبارت ها رو حساب کردم. عبارت اول شد این، عبارت دوم هم شد این و عبارت سوم هم شد این. حالا همینا رو جاگذاری میکنم. پس این در واقع مسئله‌ای که من اینجا داشتم، این کلاً مساوی میشه با، به جای اون ریشه پنجم ریشه چهارم 81 می نویسم ریشه پنجم 3 منهای، به جای ریشه پنجم 96 به دست آوردم 2 تا ریشه پنجم 3 منهای، به جای اون عبارت آخرم به دست آوردم ریشه پنجم 3. خب بچه اینا الان دیگه به راحتی میتونم این عبارت رو با هم جمع کنم. یه دونه ریشه پنجم 3 منهای 2 تا ریشه پنجم 3 منهای یه دونه ریشه پنجم 3. مثل اینه که بگم که یه دونه x منهای 2 تا x منهای x، یعنی در واقع من 3 تا عبارت مشابه دارم که میتونم اینا رو با هم جمع جبری یا تفریق کنم. یه دونه ریشه پنجم 3 منهای 2 تا ریشه پنجم 3 میشه منهای یه دونه ریشه پنجم 3. منهای یه دونه ریشه پنجم 3 با منهای یه دونه ریشه پنجم 3، یعنی مثلا میدونم بگم که این ریشه پنجم 3 منهای ریشه پنجم 3 با هم حذف میشن و در نهایت میشه در واقع این یه دونه ریشه پنجم 3 هستش، این منهای 2 تا ریشه پنجم 3 هستش، اینم منهای یه دونه ریشه پنجم 3 هستش. حالا که در واقع این حاصل در ریشه پنجم 3، 1 منهای 2 منهای 1 میشه -2، پس میشه -2 ریشه پنجم 3 هم اینجا. پس اون عبارتی که به اون در نگاه اول اینقدر پیچیده و سخت شد، با همین 4 تا رابطه ساده و تجزیه کردن تبدیل میشه به یک مسئله ساده و در نهایت تبدیل میشه به یه دونه رادیکال ساده‌ای به شکل منهای 2 تا ریشه پنجم 3. خسته نباشین، امیدوارم که استفاده کرده باشین.